قاعده دهم، حکم شرک اکبر و شرک اصغر را بدانیم. شرک اکبر شرکی است که انسان از دایره اسلام خارج میکنه. شرک اکبر شرکی است که انسان از دایره اسلام خارج میکنیش. یعنی اگر این شرک کس می داشته باشه، امرای فرعون و هامان و شداد و نمرود و ابو جهل و ابو لهب حشر میشه در روز قیامت. این شرک اکبر است. شرک اصغر کدام شرک است که در قرآن و سنت برای شرک گفته شده اما انسان از دایره ایمان خارج نمیکنه. چرا برای شرک گفته شده؟ میگه به خاطر ازی برای شرک گفته شده که گناهش از گناه کبیره کرده زیاد است. فهمیدین؟ شرک اصغر شرک است که در قرآن و سنت برای چی گفته شده؟ شرک گفته شده اما گناهش انسان از دایره ایمان خارج نمیکنه. وقتی که آدم از دایره ایمان نمیکنه، پس چرا شرک گفته شده؟ به خاطر ازی که گناهش از گناه کبیره کده بزرگ است. فهمیدین؟ یعنی این شرک چی میگن؟ اصغر میگن. و شرک خفی چی میگن؟ شرک خفی است که بسیار مخفی و پوشیده هست و امو عملی که دبو امی شرک انجامش آدم از دایره ایمان خارج نمیکنه و گناهش هم به اندازه گناه کبیره نیست، ولیکن چون پوشیده از چشم است و بسیاری کسا او را درک کرده نمیتونه، اللهم الا کسی که عقیده را خوب صحیح خوانده باشه. کسایی که وقت داده باشن برای فهمیدن عقیده این، الحمدلله مثل امثال شما الله اینا را حفظ میکنه. و کسایی هستن که برای عقیده وقت نمیتن، میگه ما کلمه خواندیم دیگه، پدر مسلمان است، میگه پار شما از دلتان کشیدین.